صبر رو بچه. اعلان میخوام یک نان چند فطیر است. کجا میگردی بچه؟ زنی خودم جگر خود کردی برباد کردی مارا. تو با کدام عقل دو زنی بیچاره که حامله بود لط کوبش کردی. تو کو بچه که چیزا نشاگلی پول چکو زولو نمیشی. زندگی تمام میشه بچه. خیلی چی میکردم آقا؟ بچه ندارم. از بی بچگی رنج میبرم. اون ندم موینات باز معلوم شده که امگشت روزن بابا دختر میاره. ما بسیار بدبخت هستم. هیچ کاری ندارم. حالا آدمی که بچه نداشت همین کم عقلی را میکنه. تو با کدام یک زنی بیچاره که حامله بود به سرد مرگ لط کوبش کردی. با طفلشان سایه ساختی. اونا پشتت میگردن. اگه در گیریشان بیایی تیکه تیکه میکنه لیفت میکنه. خیلی چی کنم آقا؟ برام خدا برشان تسلیم کنم. هر چی که میکنی جزایت باید ببینی بچه. برای احساساتی ساختی جگر خود ساختی بچه. بلند پسه. آقا چطور دلت با من نمیسوزه؟ ایوازه که طرفداری مرا کنی، طرفداری اولادت کنی، انودم پشتی از وارا میکنی. من طرفداری حق میکنم و طرفداری حق هستم. من یک سال پیش از شفاخانه آمدم دیدم که وضعیت زنت بسیار خراب است. خسر ورد اونجا جمع شده بودن. میفهمی؟ اگه در گیریشان بی تیکه تیکه میکنه. کجا خود رفتی؟ هر جایی که رفتم میرم. ما دیگه حوصله گپ مردم ندارم. وان که هرچی بشه شوه. لپای احمقانه نزن و بچه پیشتر گفته که این رقم است نه؟ دختر داشته باشی خیر اگر بچه نداشته باشی زن خدا لط کنی ظلم کنی ستم کنی سرش خشونت کنی. خیلی چی کنم آقا؟ آلبان که برم یک طرف خدا گم و گور کنم که در گیرشان نمیام. بندی میشم لط میخورم. گفتم پیشتر که بلند پسه. بری بچه باید جزایت ببینی. ملامت استی ملامت. هر چی کنی از این غم خلاصی نداری بچه. ما پیشتر برات گفتم که طرفداری حق هستم و طرفداری حق میکنم نه تو وحی اولاد. سلام خدمت شما دوستان عزیز. امید که از تئاتر دوستان ما لذت برده باشین. حالا من از شما چند پرسش دارم که جواب خود باید دریافت کنم. سوال اول، قهار چی خواهد کرد؟ شما. قهار در فکر فرار است که گیر نیاید. شما هم. قهار از کار کردگیش پشیمان است اما در دوراهی مانده که فرار کنه یا دوباره پیش خانمش برگرده. تشکر از جوابتان. پرسش دوم، آیا پدرش او را تسلیم قانون میکند یا او را نجات میدهد؟ شما. پدر قهار ایران مانده چگونه مشکل پسرش حل کنه که به زندان نرود؟ تشکر از جوابتان. شما برادر گرامی. پدر قهار از عملکرد پسرش ناراحت است ولی میخواهد پسرش نجات دهد. پرسش سوم، عملکرد قهار در مقابل خانمش از نظر شما تا چه حد درست است؟ کاملا عملکردش اشتباه است. نباید خانمش لط میکرد. تشکر از جوابتان. اولاد داد خداوند چی دختر باشد چی پسر باشد. قهار نباید خانمش به خاطر دین لط کوب میکرد. این از بیخبری قهار است که از دین و قرآن خبر نداره. تشکر از جوابتان. سلام مولا صاحب. چون دارم بخیر سلام بخیر. سلام علیکم. شکر بخیر باشین. او بچه خواه چی شده داره؟ کده پدر جنگ و غالمغال خو نکده یک قسم پریشان معلوم میشه. او بچه هیچ پرسان نکن مولا صاحب. بسیار وضعیت ما خراب است. خیرت باشه چی گپ شده؟ بگو برای من که یک راه حلش را برید بگویم. دیگه چی کنم مولا صاحب؟ هم خدا ده هم دختر و هم ماره بسیار گناه کلان کردن. در گپ نرسیدم. خداوند غم دل داشته باشه. این خار چی کرده؟ تا که تانسته خانم بیچاری خدا که وا معامله بود لط کوبش کرده. این به سرد مرگ رسوندش. به خاطر از اینکه چرا بچه به دنیا نمیاری و دختر به دنیا آوردی او بیچاره رو لط کوب کرده. طفلشان زایه ساخته مولا صاحب. چی کنم که از این بچه بیا کرد؟ لا حول ولا بسیار کار خوب نکردی. چیزی که رضای خداوند بود. خداوند چی دختر باشه چی در بچه باشه هر کدامش اولاد است. هر کسی که به داد خدا کبیر میکنه زوال داره. ایره بفهمی. خیلی چی میکردم مولا صاحب؟ ما از بی بچگی رنج میبرم. درد مرا چی میفهمی؟ های اگر گپ مرا میکنی به دربار خداوند دعا کو. بنده خدا خیر خود نمیفهمه. خداوند خیر بنده خود میفهمه. مولا صاحب این کاری که کرده آیا همین رای حل نداشت؟ چرا رای حل نداشت؟ قهار میتونست که مشکل خود از طریق درستش با موی سفیدا بزرگا حل کنه.
با ایلت و کوب زدن زنن خود نمیشه. خیلی به هر صورت میریم که وقتی نماز است فهمیدی باز خیلی کتی تو گپ میزنیم. ببینید مولا صاحب خیر بین یالا. سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز. امید که از این تئاتر دوستان ما اجرا کرده لذت برده باشید. حالا من باز هم از شما پرسش‌هایی دارم تا جواب خود را از شما دریافت کنم. چی فکر میکنید؟ ندامت قهار باعث چی عمل خواهد شد؟ باعث زندگی خوش و بدون سر صدا. باعث مهر و محبت و دوستی بین خودش و خانواده خسرش میشه. تشکر از جوابتان. سوال پنجم. آیا قهار به چنگ قانون میافتد؟ اگر از خانواده همسرش شکایت کند بله. شما برادر. اگر از کارش توبه کنه نخیر. خیلی ممنون. پرسش بعدی. از این نمایش تئاتر چی عبرت گرفتید؟ یک مرد نباید خانمش را تکوب کنه. کاری نکند عاقل که بار آرد پشیمانی، کار نباید زن خود را تکوب میکند.